қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 115. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. احوال خلق تاجیک و مبارزه آن بر ضد امارت بخارا و حکومت پادشاهی نیمه دوم عصر 19. همه این شورش و آشوب‌ها برای حرکت عظیمی که سال 1885 تمام بیکی‌های بلجوان و کولاب را فرا گرفت گویا زمینه تیار کردند و این شورش در ادبیات تاریخی از نام پیشوای آن واسع چون شورش واسع معلوم است. این شورش حقیقتا خلقی این طور جریان داشت. با سرداری واسع دهقانان اطراف خاولینگ به حولی املاکدار خاولینگ در افتادند. حولی های دیگر بای و ملاها را هم به خاک یکسان ساختند و پس از این واسع به دیهه های بلجوان و کولاب آدمان خود را فرستاد که مردم در جنگ ضد امیر به وی همراه شوند. جواباً به این دعوت واسع هزاران دهقانان که از ظلم و اسارت حکومت امیر به تنگ آمده بودند در اطراف واسع گرد آمدند. مردم با سروری واسع راه بلجوان را پیش گرفت. شورشگران اول نیت داشتند که به نزد حاکم آدم فرستند و با مصلحت مقدار انداز را اندکی کم کنند، اما کار رنگ دیگر گرفت. چند نفر نمایندگان شورشگران را به درون قلعه بلجوان راه دادند و از پس آنها دروازه را بستند. به نزد دهقانان باشد چند ملا را فرستادند که در بین شورشگران نزاع اندازند و آنها را از راه زنند. ملاها به پند و نصیحت در آمدند که مردم باید به امید التفات حاکم باشند و از پی زندگی خود شوند. ولی دهقانان به این پند و نصیحت گوش نکردند و معطل بازگشت نمایندگان خود شدند. در همین لحظه یک باره دروازه قلعه باز شد و به سر شورشگران سربازان حاکم بلجوان فرو ریختند و با این حمله ناگهانی شورش را به یک بارگی پخش کردنی شدند. ولی واسع فوراً دهقانان را صف آراسته و مدافعه آماده ساخت و آنها خود به هجوم گذشته سربازان را گریزاندند و قلعه را گرفتند. حاکم بلجوان غیر پای به کف گرفته گریختن دیگر علاجی نداشت. شورشگران قلعه را فتح نموده نمایندگان خود را که نوکران حاکم آنها را وحشیانه کلتک کاری کرده به زندان انداختند رهایی دادند. بعد تورخانه قلعه را گشاده اسلحه را بین خود تقسیم نمودند. 3 شبانه روز قلعه بلجوان در دست شورشگران بود. خطای کلان شورشگران همین شد که برای پهن گردیدن شورش به دیگر محلهای وادی کولاب همچنین به حصار و قرغان تپه هیچ تدبیری ناندیشیدند. از غلبه خود ممنون شده قدمی از بلجوان بیرون نماندند. در این مابین حاکم بلجوان به کندگورت رسیده از آنجا به حاکمان کولاب و حصار چاپر فرستاد که فوراً به امداد آیند. خودش باشد سربازان خود را جمع کرد. سوداگران، خدمتگزاران مأموریت محلی، روحانیان و دیگر دشمنان شورشگران را جمع آورد.
با این لشکر حاکم باز به سر بلجوان تاخت و قلعه بلجوان را گرفت. واسی با همسفان خود از قلعه بلجوان عقیب گشته دیهه کنگورت را گرفت و در اینجا دهقانان اطراف کنگورت و قزلمزار را جمع کرده بار دوم قلعه بلجوان را اشغال نمود. این دفعه حاکم بلجوان و عملداران امیر به کوههای قزلمزار گریخته رفتند. شورشگران نه فقط به بلجوان بلکه به خاورینگ و کنگورت هم صاحب شدند. در این مابین سربازانی از حصار آمده در قریبه های کنگورت با سربازان پراکنده حاکم بلجوان متحد شدند. واسی این را شنیده عقیب گشت و در سری پول نام قشلاق کوهی شمال و شرقتر خاورین که برای مدافع موقعی بسا قلعه بود کمین گرفت. برای این تدبیر شورشگران را از شکست ایمن داشتن نمی توانست. سربازان امیر و عملداران شورش را به خون غرق کردند. واسی در کوهها پنهان شده چند مراتب به قشونهای حاکم بلجوان حمله کرد، ولی تمام دوستان وی پسی هم در جنگ ها هلاک شدند. نهایت خودی واسی با راه خیانت و فریب دستگیر کرده شد. واسی را اشکیل بند کردند و حاکم بلجوان او را به اختیار امیر فرستاد که تعزیر کند. امیر مظفر که اندکی پیش با مدد قشونهای رسیه پادشاهی اهالی شهر سبز و کتاب را تسخیر کرده بود، برای ترساندن چشم مردم فرمود که واسی در شهر سبز در تاخ نیم ویرانه آقسرای به دار کشیده شود. قتل پیشوای شورش واسی دهقانان تاجیک را روح افتاده نکرد. موفقیت های روزهای اولی شورش سال 1885 قلعه بلجوان را فتح کردن شورشگران مردم را مطمئن ساخت که مبارزه ضد امیر بی عاقبت نخواهد ماند و خلق گشته و برگشته ضد ترتیبات فیودالی امارت به پا می‌خیست. در ناحیه کلیف هم وضعیت ناتنج بود. در اینجا هم مردم مأموریت امارت را که به قشونهای رسیه پادشاهی تکیه می نمود چشم دیدن نداشتند. بیهوده نیست که سردار بریگاده کارپوسی مخصوصی پاسبانان سرحدی امودریا به سبب مناسبت نهایت پرکینه مردم قشلاق‌های کوهستان نسبت به روس‌ها و حتی نسبت به یگیت‌های مسلمان می ترسید که سلطت‌های خود را برای خاشاک جمع کنی به قشلاق‌های اطراف فرستد. لگفیت که ابزای بخارای شریف را نقص می فهمید و چند اثر نوشته در آنها جهالت و تعصب عصر میانگی فیودالی آن و جزا و شاکشی‌های صنف‌های حکمران آن را مذمت کرده بود، عاقبتی در 15 سال اول در بخارای شرقی حکمرانی کردن امیر را به اندازه جنبست نموده نوشته بود. چندین شورش هایی که در کشور حصار و در بیکی های نو به آن ملحق از سال 1875 تا سال 1890 به وقوع پیوستند، حکومت بخارا را به غایت به تشویش انداختند که آن حکومت مردم را به شکنجه آهنین در آورده بود. به دوش مردم بار کردن اندازهای بی حد بعدها هم باعث آشوب‌های نو می گردیدند که همه آن آشوب‌ها پخش می گردیدند. آشوبگران و طرفداران آشوب‌ها قتل کرده می شدند. در کلانترین شهر و دیهه‌های امارت از جمله در بلجوان و قلعه خم، علل خصوص در کولا، گرنیزان‌های سرشماری اسکران پادشاهی می ایستادند. برای چی لازم بودن آنها را
مؤلف تجربه در باب توصیف بیکی کولاب و ریگین خیلی روشن و عمیق گفته است. اگر اوضاع داخلی مملکت ناتینج شده ماند به کار می روند، ولی ما بارها دیدیم که امیر بخارا تنها با قوه لشکری خود از عهده کار نبرآمد. اگر نوکران زرخرید حکومت پادشاهی در ترکستان دائما آماده مدد نمی بودند و لازم شود فی الحال خشونهای امپریای روسیه را به امداد امیر نمی فرستاندند، معلوم که کار چی رنگی می گرفت. و گنرال گوبرناتور با التجا مراجعت کرده یاری حربی طلبیدن امیر تا که آن را در مبارزه ضد دهقانان استفاده برد، در مناسبت طرفین امارت و روسیه پادشاهی یک لحظه مستثنا نبود. گماشته سیاسی روسیه پادشاهی در بخارا چاریکوف هنوز سال 1886 با گنرال گوبرناتور چنین تلگراف ارسال کرده بود: اگر التماس امیر را اجرا کنیم و اقلا هیچ نباشد 1000 تا بیردن که دهیم، دلش آنچه برداشته می شود. رفع بحران داخلی هم آسان تر می گردد که در این راه اهتمام دارم. آدمی تماما هفته فهم بودن در کار تا گمان رود که گنرال گوبرناتور ترکستان با امیر بخارا فقط برای همین لشکر و اسلحه می داد که دل امیر برداشته شود. سال 1898 مردم دهناو به شور آمد. سبب آشوب گرفتن خریطه محل بود که برای تأمین مقصدهای حربی و اقتصادی این کار را در همه جا خریطه‌گیرهای آکروگ حربی ترکستان انجام می دادند. مردم با کینه و عداوت به کاری خریطه‌گیرها مناسبت می کردند و حقانی چنین می پنداشتند که این کار هم برای کلی یومین بدتر شدن زندگی دهقانان باز یک عامل می شود. مردم خریطه‌گیرها را کلتککاری می کردند و از دیه ها می راندند، نمی ماندند که آنها کار کنند. ماه می سال 1898 وضعیت یک بار شدت گرفت. 18 می اهالی دیهی قدچاق لیق، 20 می اهالی شیطان به پا خیستند. 21 می خریطه‌گیرها را از دیهی تالی پیش کردند. از پته حصار عسکر جیغ زده شد. آشوبگران را سخت جزا دادند، بسیار آدمان را پراندند. ماه اوگوستی سال 1898 در نور عطا مردم به آشوب آمدند. آشوب در بازار سر زد و بهانه گویا همین شد که مقداری ترازو پولی بی حد زیاد است، ولی سبب حقیقی این بود که کردار مأموریت امیر کاسه صبری همه را لبریز گرداند. در آشوب قریب 250 نفر دهقانان شرکت داشتند. احوال مردمی بیکیهای پامیر، شغنان، روشان و وخان نهایت وزنین بود. در معلومات نامه های گماشته های سیاسی به نام گنرال گوبرناتور ترکستان و در عرض و شکایت های بیشماری تاجیکان پامیر از اندازهای بی حد و بیشمار سخن می رود که مأموریت بخارا به وسیله آنها این سرزمین را خراب می کرد. عاقبت این گونه سیاست همین شد که آبروی حکومت بخارا در پیش چشم مردم ریخت. اگر بخاریان به این یا آن درجه رسمیت چگی کنند، فوراً باعث آشوب می گردند. بخاریان هرگیز پروای بهبودی طبعه خود را ندارند. بسیار خودسری ها می کنند و دلشان پر است. برای این خودسری ها جزای نخواهند دید. از دیگر طرف پامیری ها را حکومت پادشاهی تضییق می داد
که اتریاد حربی آن در پایگاه های سرحد جای گرفته بودند. آنها از اهالی خوراکواری طلب می کردند و نرخ آن را با اختیار خود معین می نمودند. اهالی را مجبور می کردند که در تعمیر راه، بارکشانی و غیره بیمزد کار کنند. اسبها را کشیده می گرفتند. برای تأمین مأموریت سرحدبانها و عملداران پادشاهی ولوس به گردن اهالی اندازهای علاوگی می انداختند. این کرداری حکومتداران دائما باعث شور و آشوب‌های مردم بیکی‌های پامیر می شد. متریال های شور و آشوب‌های نیمه دوم عصر 19 دهقانان تاجیک را تحلیل نموده بعضی نکته‌های اساسی آن را تأکید کردن لازم. در بخارای شرقی، در این کشوری صاف اگراری، قوه اساسی استحصال کننده دهقان بود. به این سبب تدقیق شور و آشوب‌های دهقانان مهمترین مسئله است در تدقیق تاریخ خلق تاجیک در دوره مستملکه‌داری. امارت بخارا پروتکتورات روسیه پادشاهی باشد هم در عین حال همان دولت پیشینه فیودالی بود. دهقانان در زیر اسارت فیودالها مانده تمام قهر و غضب خود را محض به سر فیودالها فرو می ریختند. بی واسطه نباشد هم تمام این شور و آشوب‌ها نه فقط مقابل امارت بخارا بلکه مقابل روسیه پادشاهی هم بودند. نهضت‌های دهقانان خصوصیت ضد فیودالی داشتند. آنها بر ریشه اطاعت فیودالی تیشه می زدند ولی در عین حال از تمام نقص و علت‌های جنگ دهقانان، استخیوی بودن، نامتشکلی، از جهت سیاسی پخته نبودن راهبریتی پرتجربه و پختکار آزاد نبود. به بخارا همراه کرده شدن ناحیه‌های جنوب شرقی آسیای میانه به شور و آشوب‌های دهقانان رنگ دیگر داد. شورشگران ساده دلانه باور می کردند که این خودسری و بیدادی ها را امیر نمی داند. بنابراین روی راست مسلحانه ضد فیودالان محلی شورش می کردند و در عین حال به امیر عریضه ها می نوشتند و به نزدش آدم می فرستادند. مأموریت امیر در بعضی موردها گویا منفعت دهقانان را حمایه می کرد، به داد بعضی ها حتی می رسید و حاکمان نهایت بی نخته شده و آبرو ریخته عملداران بی حد حریص و ناسیرم را از کار هم می گرفت. ولی این کرداری کمشماری امیر هم فقط در صورت واقع می شد که به منفعت خود امیر اندک زیان رسیده باشد یا نهضت خلق به بنیاد حاکمیت خود امیر تهدید نماید یا خوف باشد که اساس اقتصادی این یا آن محل تماما نابود می شود. وگرنه عریضه و شکایت دهقانان نه فقط فایده نمی داد بلکه باعث وحشیانه جزا دادن آنها می گردید. سازش سیاسی حکومتداران بخارا و گنرال گوبرناتوری ترکستان باز یک عاملی بود که استثمار اهالی محلی را گرانتر می کرد. عملداران رسیه پادشاهی و مأموریت امارت بخارا در بابت مقام دهقانان و راه‌های استثمار آنها یک زبان داشتند. بنابراین بیدادی و خودسری هایی که در معلومات نامه های گماشته های سیاسی به نظر می رسند هرگز دلیل آن نیستند که آنها غم مردم را می خورده باشند. عملداران رسیه پادشاهی تجربه و عاقبت دیگر محلهای ترکستان را در نظر داشته فقط از همین می ترسیدند که کار به استخوان رسیدنش ممکن و غضب خلق ترتیبات موجوده را برباد دادنش ممکن. گنرال گوبرناتوری ترکستان
نوامبر سال 1898 به نام امپراتور چنین معلوماتنامه ارسال کرده بود: از ترکستان بی نهایت درآمد گرفتن خوف دارد. این به کار ضرر می آورد و کار الکی ضرر هم دیده است. اما حکومت پادشاهی همانا امیر را دستگیری می کرد و با قوه اسلحه خود نهضت خلق را فرو می نشاند. ولی صرف نظر به جزاهای وحشیانه که به سر شورشگران فرو می ریخت، آشوب و شورش دهقانان بیش از پیش اوج می گرفت. موافق دلالت حجتها در ظرف سالهای 1896-99 در ترکستان 647 شور و آشوبهای خلقی قید شده است و ضمناً از همه زیادتر شورش‌ها در ظرف سالهای 1898-99 به وقوع آمدند. الحال ما درباره تمام شور و آشوب‌های خلقی معلومات مفصل در دست نداریم، ولی منظره عمومی تاریخی آن دوره روشن و واضح است. در ابتدای سالهای 70 عصر 19 شور و آشوب‌های دهقانان گویا تصادفی بودند، کم واقع می شدند، گویا خود از خود علنگه می زدند، نامتشکل بودند و اکثرا تیز به آخر می رسیدند. این شور و آشوب‌های خردی ضد فئودالی بودند که اساساً مقابل حکومتداران محلی کرده می شدند. در میانه های سالهای 80 عصر 19 بعضی شور و آشوب‌های ضد فئودالی به خود رنگ جنگ‌های دهقانان را گرفتند. شورشگران از جمله خود راهبر انتخاب می کردند، مجلس و مشورت ها می آراستند، طلبات خود را به شکل معین و رسمیت درآورده به صورت شکایت به امیر می فرستاندند و بیدادی و خودسری های حکومتداران محلی و املاکداران را فاش می نمودند. با دهقانان شورشگر طبقه های دارای اهالی، نمایندگان مأموریت محلی نیز همراه شده آن را به منفعت خود استفاده کردنی می شدند. محض آنها اولین شده به شورشگران خیانت می کردند، بین شورشگران نظامی انداختند و به تیزتر شکست یافتن شورش جهد می کردند. مثال روشن این نکته ها شورش واسی 1885 می باشد. این نهضت های ضد فئودالی بودند که به وجود خود امارت همچون یک دولت کلان فئودالی تهدید می کردند. بنابراین آنها را به این وحشانیت غرق خون می ساختند، دیه ها را به طعمه آتش می دادند، راهبران و اشتراکچیان شورش را به زندان می پرتافتند و در میدانهای بخارا سر می زدند. حکومتداران رسیه پادشاهی به امیر مدد می رساندند که شورشگران را به زندان پرتاید و به دار کشد و سر زند. در آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 شور و آشوب‌های ضد فئودالی دهقانان الکی خاصیت ضد مستملکه‌داری را به خود کسب کردند و در سالهای 1905 1907 به جریان ریولوسیونی همراه گردیدند. خلق تاجیک در عرفه و دوره ریولوسیون سالهای 1905 1907 وضعیت کشوری ترکستان در عرفه ریولوسیون. ترقیات صنعتی کشوری ترکستان، سرمایه بانک ها. در آخر عصر 19 و اول عصر 20 کپیتالیسم در رسیه پادشاهی به مرحله عالی، مرحله امپریالیستی ترقیات خود قدم نهاد. کپیتالیسم نوبرآمد روسیه به اقتصادیات کشوری ترکستان نیز اثر کرد. گرچند حکومت پادشاهی آسیای میانه را مثل پیشتره همچون منبع اشیای خام امپریای روسیه
و جای فروش مصنوعات فابریک و زوادهای رسی مانندنی بود، به هر حال رونق و رواج صناعت، علال خصوص رونق صناعت استخراج معدن و کارکرد اشیای خام واضح به نظر می رسد. استفاده کانها خیلی جان گرفت. از پیشتر دیده خیلی بیشتر انگشت، نفت، متال های رنگه و مومی طبیعی از کریت استخراج می شد. به کار در آمدن کارخانه های کارکردی نخست اشیای خام همچنین استفاده راه های آهن طلب می کرد که ثمره کانهای انگشت بیشتر شود. مخصوصاً کانهای انگشت ولایت های سمرقند و فرغانه، سلوکته، قزلقیق، شوراب، اندیجان و غیره اهمیت کلان پیدا کردند. در اویزد خوجند 5 کان انگشت عمل داشت. کانهای افسیانیکوف و شریکانش، کراوز، پیترووا، واریسان سوداگر ایوانوف و کوهکار ناویکوف. به اندازه تکمیل اصولهای انگشتکنی و به کانها کشیدن راههای آهن، مقدار استحصال انگشت هم می افزود. مثلا از کان انگشت سال 1905 700 پود، سال 1907 باشد 1,220,000 پود انگشت استخراج شد. در ابتدای عصر 19 استخراج صناعتی نفت رواج یافت. بایترین کانهای نفت کانهای سانتا و چیمیان وادی فرغانه و کان جزیره چلکان بحر کاسپی بود. در 10 ساله اول عصر 20 از همه بیشتر از کان نفتی چلکان نفت کشیده شد. اگر سال 1901 در اینجا 600,000 پود نفت استخراج شده باشد، پس از 10 سال مقدار آن به 15 میلیون پود رسید. دیگر ساحه های صناعت استخراج معدن از کانهای نمک و ازکریت، بعضی کانهای خرد استخراجش دستی طلا و بعضی متال های رنگه عبارت بود. اقتصادیات کشور ترکستان مثل پیشتره صرف زراعت پروری و ساحه مهمی آن پختکاری و پخت تازه کنی بود. در بین زوادها بیشک زوادهای پخته از همه بیشتر بوده در جای یکم می ایستادند. در خاک گنرال گوبرناتوری در ابتدای عصر 20 230 کارخانه پخته کار می کردند که زیاده از نصف آنها در وادی فرغانه واقع بودند. جای دوم را صناعت روغن می گرفت که درجه جهازات آن نهایت پست بود. محل اساسی این کارخانه ها هم در فرغانه جای داشت. از 34 زواد شرابکشی 28 تاش در ولایت سمرقند بود. 2% این نوع محصولات را کارخانه های اویزدی خوجند می دادند. در اقتصادیات آسیای میانه زوادهای چرمگری و رود تازه کنی هم مقام نمایان داشتند. همه آنها اساساً از آن شرکت نمیسی دیور شمیت بودند. شما گفتاری 115 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف خوند. کارگردان شیرالی نفزلی.